سلام، امیدوارم صحت و سلامت هستید و تلفن هایتان به قدر کافی نیرو دارد و آزادی آنلاین را تماشا میکنید. اگر در روسیه باشید حتما هم در خانه در تاجیکستان به شما گفتند که نیروی برق نداریم و در تاریکی نشستیم. امروز در همین باره درباره قطع نیروی برق گپ میزنیم که بسیاری ها را عصبانی کرده است. سعی میکنیم به این سوال عبدالواسیط از ناحیه لخش هم جواب یابیم. جناب اولی گفته بود در تمام تاجیکستان سوئد رژیم نمیشود، سوئد میشود گفته بود، لیکن در ناحیه لخش 15 روشید سوئد مرده هستند. شب ساعت 11 10 کدام وقت مفرد سوئد میکشد و سحری ساعت 8 9 6 کدام وقت مفرد گریه میکنند. این یگون چی دوره سبب دوره برای چی کشته هستند؟ یک گزارش رادیو آزادی در همین باره و درباره سبب‌های محدود شدن انتقال نیروی برق در صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و وبسایت رادیو آزادی مردم زیادی را از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان به بحث کشید. از جمله فردوس از کنی بادام را که در وبسایت رادیو آزادی چنین نوشته است: در شهر کنی بادام نیز یک هفته اخیر نیروی برق را از ساعت 8 تا 18 خاموش می‌کنند. حتی در مرکز شهر چراغ‌های راهنما نیز برق ندارند. این برای ما نویگری نیست، عادت کردیم، اما خوب میشد اگر یگان نماینده رسمی برق تاجیک وضع و توقع ادامه کردن آن را شرح میداد. واقعا نماینده برق تاجیک به رادیو آزادی گفت که هیچ لیمیت یا محدودیت نیست و سبب خاموش کردن نیروی برق تعمیر ایستگاه و زیر ایستگاه‌های برقی و آمادگی به زمستان است. در آستانه زمستان تجهیزات‌های کلان برقی همه وقت به تعمیر فرا گرفته می‌شوند، بنابراین یک چند روز ممکن برق زینه به زینه خاموش کرده شود. اما پاسخ نماینده برق تاجیک بسیاری از کاربران را قانع نکرده است که گفتند مسئولان شرکت برق تاجیک باید به مردم پاسخ درست بدهند. کاربری که نامش را نگفته است در وبسایت رادیو آزادی چنین نوشته است: تا زمانی که ولایت قانون تامین کردن نمی شود از بهبودی امیدی نیست. وقتی در یک ساحه استراتژی چنین کمبودی وجود دارد، وقتی رسما محدودیت نیست میگویند و به آگاهی پیشکی انتقال نیروی برق را ساعت‌های طولانی قطع میکنند، باید کارمندان حفظ حقوق قضیه را جدی پیگیری کنند. بعضی از کاربران مثال آوردند که چگونه قطع نیروی برق به صاحبکاران و زندگیشان تاثیر بسیار بد میگذارد. شرحی را از وبسایت رادیو آزادی میخوانیم که مؤلفش نخواسته است نامش را بگوید و سوال سختی را هم به شرکت برق تاجیک داده است. در این وقت بحران زندگی به روسیه رفتن نتوانستم. از بانک قرض گرفتم، دستگاه چوجه براری یا اینکوباتور خریدم، 3700 دانه تخم مرغ هر دانه‌اش 2 سامانی خریدم، اما بی آگاهی برق را خاموش کردند، تخم ها همه ویران شد. وقتی بازگردانیدن قرض آمد چی باید کنم؟ محترم برق تاجیک. امیرجان امینجانی یکی از کاربران صادق صفحه رادیو آزادی در فیسبوک گفته است که با وجود آنکه مقامات سالهای زیاد است وعده می‌دهند مردم را منظم با نیروی برق تامین می‌کنند و این عهدشان وفا نکردند. شرح او را همراه می‌خوانیم. 29 سال باز وعده می‌دهند با برق تامین می‌کنیم، اما تامین کردن نمی‌توانند. کشورهای جهان نیروگاه‌های بادی، بخاری، اتمی، آبی ساخته خلقشان را تامین می‌کنند. باید حکومت نیروگاه‌های بخاری ساخته مردم را با برق و گرمی تامین کند. در این میان یک کاربر در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام دیگران را تنقید کرده است که درباره نبود نیروی برق مبالغه می‌کنند و شب‌های تاریک، سرد و لیمیت‌های گذشته را فراموش کردند. این کاربر با نام وینانا 03 چنین گفته است: واهمه نکنید، نیروی برق را برای آن خاموش می‌کنند که در زمستان مردم عذاب نکشد. یگان کار می‌کنیم تا روز 1 نوامبر مردم اینقدر سال نیروی برق نداشت، نخواهند که دیگر طاقت کردن نتواند. شما چی میگویید؟ به این کاربر جواب دارید؟ ویدیو یا صدایتان را ثبت کنید به ما بفرستید. به شماره تلفنی که میبینید تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو هم دارد. فرستادن ویدیو، خبر و عکس به وبسایت ما هم آسان است. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.